هفته‌نامه SSSR روز 19 ینوار سال 2023 نامه دلیر امامعلی و صدیق سیدامینی دو بلاگر و ژورنالیست توجیک را که با حکم دادگاه به 7 سال زندان محکوم شدند نشر کرد. نشریه گفت این نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان توسط زوجه دلیر امامعلی بانو زیتونه دسترس گردیده است. در این نامه آنها از نام همه 4 ژورنالیست زندانی، هر دو مؤلف و دوستان نیز زندانیشان عبدالله غربتی و عبدالستار پیر محمدزاده از پرزیدنت خواستار عفو شدند. شعر به پیروی از نام یک برنامه دلیر امامعلی با نام وطن دیگری نوشته است و با این مصرع‌ها تمام می شود. سرور که نموده 100,000 را عفو، 4 کس به امید بخشش راه برای. نشریه SSSR متن شعر و نامه را پران نشر کرده است که اینجا می‌آوریم: ما امیدواریم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گناه ما را که از بی تجربه بودن و گمراهی نداشتن معلومات لازمه و جوانیمان پیش اومد میبخشد. ما همیشه با تیم جوانان حکومت بودیم و هستیم. ما هیچگاه با امید هیچ سازمان و آهان نیستیم. ما به امید سرور و ملت و دولت خود هستیم. واقعا هر وقتی اگر سازمان و نفری از پشت ما سنگ به سوی وطن میزند باعث ناراحتی ما است. ما وطن و ملت و دولتمان را دوست می‌داریم و هیچ چیزی نمیتواند این میر را سرد کند. جناب عالی، شما قلب بزرگ دارید و بخشاینده اید. در طول 31 سال استقلال ملی هزاران نفر را عفو کردید. ما نیز امیدواریم که در قطار این همه مردم خوشبخت فرزندان گمراهتان را میبخشید. وطن دیگری، سزای وطن دیگری.